دوستان سلام علیکم. خوب هستین؟ صحتمند جورین؟ دوستان ما میخوایم امروز برای شما یاد بدیم چطور شما از فیسبوک فیلم دانلود کنید. قبل از اینه که شما میخواید فیلم از فیسبوک دانلود بکنید باید دانلودگر فیلم را داشته باشید. در صفحه گوشی ما ببینید طرف سمت چپ، در طرف بالا در طرف سمت چپ یک دانلود کننده انواع ویدیوها وجود داره. این رو باید قبل از اینه که میخواید از فیسبوک فیلم دانلود بکنید این رو باید در گوشی خود ذخیره داشته باشید. ما الان در گوشی خود ذخیره داریم. میریم روی فیسبوک. وقتی روی فیسبوک خود کلیک بکنید، وقتی فیسبوک شما باز شد بخواید اینمی فیلمی که در گوشی ما میبینید اینمی رو ما رویش کلیک میکنیم. وقتی رویش کلیک کردید این ما متوقف کنم تا برای شما یک سری حرفایی داشته باشم میتونم شما بشنوید. در قسمت همین فیلم نگاه کنید که شما میخواید یک فیلم را اشتراک گذاری بکنید. شما اشتراک گذاری را خود شما میدونید که در اینجا است لایک، پایینش پیام گذاری، پایین تنش یک وکتور زده است. در روی اینمی در قسمت سمت چپ پایین یک سه نقطه وجود داره، نه بالایش یک وکتور است که اینجا 6 تا نفر اشتراک گذاری کرده. روی اینمی باید کلیک بکنیم. روی کلیک کردی باید در این قسمت که باز شد می پایین تر یک سه تا نقطه وجود داره در سمت چپ از تمام پایین. در روی همین سه نقطه کلیک کنید. وقتی روی سه نقطه کلیک کردید همینطور یک صفحه برای شما باز میشه. شما ببینید اینجا نگاه کنید که همو دانلود کننده انواع ویدیوها را پیدا کنید. ما در روی یک از این دانلود کننده انواع ویدیوها میزنیم. همینطوری که ما صفحه گوشی خود را پایین کشیدیم ببینید در قسمت استان پایین که طرف دست چپ دانلود کننده انواع ویدیوها وجود داره. در روی اینمی کلیک بکنیم. دوستا اینمی فیلمی که شما از اونجا انتخاب کردید آمد روی این. ببینید در قسمت اول نوشته است ویدیوی HD. در روی اینجا ویدیو HD کلیک کنید. روی این که کلیک کردید دانلود کردن شروع شد. ببینید داره فیلم شما دانلود میشه. یک لحظه صبر کن تا اینمی 100 شود. الان این فیلم شما دانلود شد. یا برین در قسمت گالری خود در گالری شما ببینید این فیلم ذخیره شده. این بود فیلم دانلود کردن از فیسبوک که شما یاد دادم.